إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. پیامبر صلی الله علیه وسلم خواب دید که او را بسیار شاد کرد. اصحابش را جمع کرد تا این خوابش را به آنها قصه کند. پیامبر در خواب دید که همراه آنهاست و آنها خانه کعبه را زیارت دارند. کلیدهای آن را گرفت و در گرد خانه طواف کرد. سعی را انجام دادند. سپس موی سری خود را کوتاه کردند. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. اصحاب رضی الله عنهم از این خیلی شاد شدند. تکبیر گفتند برای آنکه آنها خانه کعبه را زیارت می روند. خیلی بود که مشتاقش شده بودند. پیامبر صلی الله علیه وسلم به آنها اجازه داد تا برای رفتن به ادای عمره آماده شوند. مردم آماده شدند و پیامبر صلی الله علیه وسلم بهترین لباسش را پوشید. به اشترش سوار شد. نام آن اشتر قصوا بود. به آن سوار شد و آنها را امر کرد تا با خود اسلحه نگیرند مگر آنهایی که سوار هستند، زیرا آنها برای جنگ نبرآمده بودند، تنها برای زیارت خانه کعبه برآمده بودند. وقتا به ذوالحلیفه رسیدند، پیامبر صلی الله علیه وسلم نیت عمره کردند و اصحاب نیز همراه با او نیت عمره کردند. همراه به خود هدیه ها گرفتند. سپس به سوی خانه خدا تلبیه گویان رهسپار شدند. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك. سالها پی هم گذشته بود که آنها خانه خدا را ندیده بودند. خیلی مشتاق آن خانه شده بودند. در راه به او خبر آمد از جانب مردی از بنی خزاعه. گفت ای پیامبر خدا، بعضی از مردم جمع شدند تا راه شما را به سوی مکه ببندند. پیامبر صلی الله علیه وسلم به اصحابش گفت چی فکر دارید؟ برویم و سزای آنها را بدهیم یا راه را به سوی خانه خدا ادامه میدهیم؟ اینجا ابوبکر صدیق رضی الله عنه آمده گفت ای پیامبر خدا و رسول او داناتر است، لیکن ما برای زیارت خانه کعبه آمده ایم. ما تنها کسی را میکشیم که سد راه ما بشود. اگر فکر ما را دانستن خواهی، این از فکر ما. پیامبر صلی الله علیه وسلم فکر آنها را پذیرفت، زیرا امرهم شورا بینهم. و همه آنها که به خاطر خدا احرام بسته بودند تلبیه گویان به سوی خانه خدا می رفتند. لیکن در این راه کی منتظر آنها بود؟ خالد ابن ولید با 200 اسب سوار میخواست آنها را از راه برگرداند. خالد منتظر بود تا اصحاب نماز بخوانند و او هنگام خواندن نماز به آنها هجوم کند. لیکن اینجا خداوند آیه نماز خوف را نازل کرد و اصحاب سلاح‌هایشان را نگذاشتند، حتی که در داخل نماز. بعضی آنها در قیام بودند، بعضی در حالت سجده و خالد نتوانست کاری بکند و به مکه برگشت تا مشرکان را از این آگاه کناند. پیامبر صلی الله علیه وسلم همراه با اصحاب احرام پوشش به مقصد خانه کعبه به سوی مکه می رفتند. می خواستند حج عمره بکنند. مقصدشان جنگ نبود. خالد ابن ولید از پس آنها بود. دید که آنها از راه اساسی نه بلکه از دیگر راه می روند. راه عادتی نبود و شتابان به سوی قریشی ها رفت تا آنها را خبر دهد که محمد از راه غیر عادتی استفاده می کند. در راه اشتری پیامبر صلی الله علیه وسلم از رفتن باز ماند. حرکت نمی کرد. نامش قصوا بود. اصحاب رضی الله عنهم گفتند قصوا را پایش شکسته است. گفت نه، پایش نشکسته است. قسم به خدا این از عادت او نیست، لیکن آن شتر را باز داران کسی که فیل ابرهه را باز داشت. فیلی که ابرهه با آن آمده بود در همین مکان در اینجا باز ایستاد. سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را زد. به حرکت در آمد حتی که به مکان با نام حدیبیه رسیدند. پیامبر صلی الله علیه وسلم همراه با اصحابش در آنجا اردو زدند. همگی احرام پوشیده بودند. همراهشان هدیه ها و قربانی ها بود. میخواستند آنها را به خاطر خدا قربان کنند. پیامبر صلی الله علیه وسلم و اصحابش را تشنگی فرا گرفت. آنها آب نمیافتند. به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم برای شکایت آمدند. گفتند ما تشنه ایم، این تشنگی ما را میکشد.
مردم را دیگر آب نماند. گفت آیا کسی از شما کمی آب دارد؟ برایش آخرین ظرفی که آب داشت آوردند. آن را گذاشتند. این آخرین آبی بود که آنها داشتند. پیامبر صلی الله علیه وسلم دستی مبارکش را در آن آب گذاشت. وقتا که دستانش را در آب گذاشت، آب از آن فواره زد. مردم همه ظرفهایشان را پر کردند. مردم همه نوشیدند. چارپایان نوشیدند. همه از آب سیر شد. سپس آن آب خشک شد. و ما تو را جز رحمتی برای عالمیان نفرستاده ایم. بین این دو گروه سفیران می آمدند تا گفتگو کنند. مردی از بنی خزاعه آمد. بین خزاعه و پیامبر صلی الله علیه وسلم علاقه خوبی وجود داشت. نام آن شخص بدیل ابن ورقه بود. به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده گفت ای محمد، میدانی که قریشی ها میخواهند با تو بجنگند و راهی تو را ببندند. میخواست تا او را قانع کند تا بازگردد. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت ای بدیل، تو میدانی که ما برای جنگ نه آمده ایم، بلکه به خاطر ادای عمره آمده ایم. به این مردم نگاه کن. ما تنها برای عمره آمده ایم، نه برای جنگ. قریش هم در ترس بود. میدانستند که کی در روبروی آنهاست. اگر آنها بخواهند با ما و این مردم کاری نداشته باشند و اگر نخواهند و خواهان جنگ باشند، پس سوگند به آن ذاتی که جان من در دست اوست تا بریده شدن گردنم با آنها می جنگم یا اینکه خداوند امرش را تنفیذ می کند. بدیل به نزد قریش برگشت و سخنان پیامبر صلی الله علیه وسلم را به آنها گفت. قریشی ها مرد دیگری را برای میانه روی به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم فرستادند. سپس مرد سومی را فرستادند. نامشان حلیس و مقریز بود. حتی اینها هم نتوانستند پیامبر را قانع کنند. مرد دیگری با نام عروه فرستادند، ابن مسعود ثقفی. وقتا که عروه آمد، به اصحاب پیامبر نگاه کرد که احرام داشتند و پیامبر صلی الله علیه وسلم نگاه کرد. آمده بود تا پیامبر را قانع کند تا بازگردند. گفت ای محمد، آیا آمده ای تا با قریش بجنگی؟ آیا شنیده ای که کسی از عرب با اهلش جنگیده باشد؟ اینها از اهل تو اند. و اگر غیر این باشد، من یگان چهره ای در اطرافت نمی بینم. تنها اوباشان و حریفان و ترسویانی هستند که می گریزند و تو را تنها می مانند. یعنی اینها جنگ کرده نمی توانند. می گریزند، تو را ترک می کنند. اینجا ابوبکر رضی الله عنه در غضب شد و با او با درشتی سخن گفت. سپس گفت آیا از اطراف او ما فرار می کنیم؟ آیا ما از اطراف او فرار می کنیم؟ آیا ما از پیامبر خدا می گریزیم؟ آیا جنگ بدر را فراموش کردید؟ آیا به یادتان نیست که ما در احد با شما چیکار کردیم؟ آیا جنگ خندق و استواری صحابه را فراموش کردید؟ آیا ما اکنون می گریزیم؟ عروه هرگاه که با پیامبر صلی الله علیه وسلم سخن می گفت، ریش پیامبر را قپیدنی می شد. و مغیره ابن شعبه که در نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم ایستاده بود، یکی از صحابگان او را با کنی شمشیر می زد. او را می زد تا بر ریش پیامبر صلی الله علیه وسلم ضرری نرساند. هرگاه می خواست دست برساند، او را می زد. گفت این کیست؟ گفتند او مغیره است، ابن شعبه. مغیره پسری برادر عروه ابن مسعود بود. عروه به نزد قریش برگشته گفت ای جماعه قریش، من به نزد چندین پادشاهان در آمدم، قیصر، کیسرا، نجاشی. هیچ پادشاهی را ندیدم که اصحابش او را احترام کند به آنگونه ای که اصحاب محمد را احترام می کنند. آنها برای او جانشان را می دهند و اگر آوازش را شنوند صدای خود را پس می کنند. امرش را بیچون و چرا اجرا می کنند. هیچ پادشاهی را ندیدم که اصحابش را احترام کند به آنگونه ای که اصحاب محمد را احترام می کنند. سپس عروه برای قریش پیشنهاد کرد تا صلح کنند. وقتا که جوانان خون در جوش قریش شنیدند که قریش میخواهد با پیامبر صلی الله علیه وسلم و اصحابش صلح کند، به این چیز راضی نشدند. آنها را غرورشان بلند شد. یک گروه از 80 نفر را تشکیل کردند از جوانان قریش، از میان مشرکان، و در پشت مکه کمین گرفتند تا با پیامبر صلی الله علیه وسلم بجنگند. آنها را کی روبرو شد؟ محمد ابن مسلمه رضی الله عنه، و او سرداری گروهی بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم و اصحابش را محافظت می‌کردند. وقتا این جوانان را دید، همه آنها را اسیر گرفت و آنها را پیش پیامبر صلی الله علیه وسلم آورد.
خداوند این آیه را نازل کرد: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. یعنی خداوند ذوالجلال آنها را یک طرفه کرد. همین طور وضعیت دشوار بود. پیامبر صلی الله علیه وسلم همراه با اصحابش در مکانی بودند و قریش انتظار بود که محمد همراه با اصحابش چیکار میکند. در این لحظه ها پیامبر صلی الله علیه وسلم تصمیم گرفت تا سفیر خود را به سوی قریش روان کند. کی را اختیار کرد؟ عثمان ابن عفان را اختیار کرد، زیرا او در مکه خویش و تبار زیادی داشت که از او محافظت میکردند. عثمان رضی الله عنه به سوی مکه برآمد. او را کافران قریش دیدند. گفتند چی میخواهی ای عثمان؟ چه چیز تو را به اینجا آورد؟ گفت من سفیر از جانب پیامبر خدایم. آمدم تا با شما صلح را پیشنهاد کنم. عثمان آمد و او را یکی از مشرکان زیر حمایه خود گرفت و او را به اسب سوار کرده به مکه در آورد. گفت ای عثمان، اگر میخواهی خانه خدا را زیارت کنی بکن. گفت نه، قسم به خدا من آن را پیش از پیامبر صلی الله علیه وسلم طواف نمی کنم. یا اینکه او طواف می کند یا اینکه هیچ کسی از ما طواف نمی کند. عثمان در میان آنها ماند. او همچون سفیر از جانب پیامبر صلی الله علیه وسلم به سوی کافران قریش است. اصحاب همه منتظر آمدن عثمان رضی الله عنه بودند. او برنگشت. مدتی گذشت، نه آمد، زیرا گفتگو طولانی شده بود. حتی آوازه میان مردم پهن شد که عثمان کشته شد. این خبر میان مسلمانان پهن شد، اما او کشته نشده بود. اینجا پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: قسم به خدا که از این مکان نمی جنبیم تا اینکه آنها را جزا دهیم. آنها سفیر ما را کشتند، از نزد آنها سفیران آمدند، ما به آنها بدی نرسانیدیم، آنها باشند سفیر ما را کشتند. این یک آوازه بود که در میان مردم پهن شده بود. اینجا پیامبر صلی الله علیه وسلم اصحابش را امر کرد تا بیعت کنند. بیعت برای جنگ. آنجا درختی بود که بعد از این آن را درخت رضوان نامیدند. پیامبر صلی الله علیه وسلم زیر آن درخت بود. اصحاب می آمدند و یک یک با پیامبر صلی الله علیه وسلم بیعت می کردند. با پیامبر صلی الله علیه وسلم بیعت مرگ می کردند، زیرا عثمان رضی الله عنه کشته شد چنانه که آوازه شده بود. اصحاب همگی برای مردن بیعت کردند. خداوند ذوالجلال این آیه را نازل کرد: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بلکه پیامبر صلی الله علیه وسلم دستش را به جای عثمان گذاشته گفت: این بیعت به جای عثمان است. بعضی از اصحاب مثل سلمه با پیامبر صلی الله علیه وسلم 3 بار بیعت کردند برای مرگ. همه آنها میخواستند برای خدا بمیرند، برای این دین. از این سبب خداوند رضا بودنش از این گروه مؤمنان را نازل کرد. لیکن بعد از بیعت ناگه عثمان رضی الله عنه به نزد آنها آمد. عثمان آمد و اصحاب شاد شدند رضی الله عنهم. عثمان کشته نشده بود. عثمان رضی الله عنه آمد و به آنها خبری پیامبر صلی الله علیه وسلم را رسانید. وقتی که قریش از او چیزی بپرسد باید چگونه جواب دهد. اصحاب منتظر ماندند. قریش اکنون میخواهد صلح کند. قریش جنگ نمیخواست. از پیامبر صلی الله علیه وسلم و اصحابش ترسیده بود. جنگ بدر، جنگ احد، جنگ بدر دوم، جنگ خندق را فراموش نکرده بود. از این سبب نمیخواست بجنگد. مردی را روان کرد تا این را حل کنند. اکنون گفت و شنید سر می شود. میخواهند صلح کنند. کی را فرستادند؟ سهیل ابن عمرو را فرستادند. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم سهیل را از دور دید گفت: این سهیل است، او کار را آسان می کند. برای چی چیز آمده ای سهیل؟ گفت: آمدم تا به شما پیشنهاد صلح بدهم. چی صلحی است که شما می خواهید؟ گفت: این سال بر می گردید. این سال شما حج عمره نمی کنید. به حرم داخل نمی شوید. امسال می روید و سال دیگر باز می گردید و تنها با اسلحه های سبک می آیید. دوم، کسی که می خواهد زیر حمایه شما درآید باکی نیست و هر کی خواهد زیر حمایه قریش درآید باکی نیست. سوم، باید میان ما 10 سال جنگ نشود. این 3 پیشنهاد معقول است،
اما چهارمی، هر کی از قریش فرار کند به اجازه سردارش به سوی محمد برود، باید که به سوی قریش برگردانیده شود و هر کی از جانب محمد به سوی قریشی ها آید او برگردانیده نمی شود. این بند ظلم برای مسلمانان بود. با وجود این پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را پذیرفت، زیرا او میخواست صلح کند، هدایت مردم را میخواست مردم را دعوت کند. سهیل گفت مکتوب نویس. پیامبر صلی الله علیه وسلم علی ابن ابو طالب را آورد تا مکتوب بنویسد. او نوشت بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل گفت ما رحمان و رحیم را نمیشناسیم، بنویس بسمک اللهم. پیامبر صلی الله علیه وسلم به علی گفت بنویس بسمک اللهم. و این چیزی است که صلح بسته شد از جانب محمد پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم. علی این را نوشت. سهیل گفت اگر ما با پیامبریت ایمان داشته باشیم با تو نمی جنگیم و تو را از آمدن به این خانه باز نمی داریم. بنویس محمد ابن عبدالله. علی رضی الله عنه گفت سوگند به خدا که آن را کور نمی کنم. پیامبر صلی الله علیه وسلم به علی رضی الله عنه گفت آنجا را به من نشان بده. علی رضی الله عنه کلمه رسول الله را به پیامبر نشان داد. پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را کور کرد. به این فروتنی نگرید و آنها این عهدنامه صلح را می نوشتند که مردی آمد از قریش فرار می کرد، اسلام آورده بود، نامش ابو جندل. پسری کی؟ پسری همین سهیل، کسی که عهدنامه صلح را می بست. او فرار کرده آمد و به مسلمانان رسید و خود را به پیش آنها پرتافت. گفت ای جماعه مسلمانان، آیا میگذارید که مرا برگردانند و قریش دینی مرا تباه کند؟ وقتا که پدرش او را دید گفت این اولین کسی است که ما او را میبریم. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت ما عهدنامه را تمام نکرده ایم. سهیل گفت یا اینکه او را برمیگردانی و یا میان ما صلح بسته نمی شود. پیامبر صلی الله علیه وسلم کوشش کرد تا او را قانع کند. او راضی نشد. اینجا ابو جندل گفت ای جماعه مسلمانان، چگونه شما راضی می شوید تا مرا به سوی مشرکان برگردانند؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم با او می گفت صبر کن ای ابو جندل، صبر کن، زیرا خداوند برای شما و دیگر ضعیفان کشایش را می آورد. عمر رضی الله عنه باشد پیش او رفت و شمشیرش را در پیش او گذاشت تا شاید شمشیر را از او بگیرد. عمر باشد می گفت آنها مشرکانند و ما باشیم مؤمنانیم و به زودی پیروز خواهیم شد. و همین طور صلح بسته شد و سهیل پسرش را گرفته برگشت. پیامبر صلی الله علیه وسلم به اصحابش گفت سرهای خود را تراشید و قربانی های خود را بکشید، امسال عمره نیست. اصحاب رضی الله عنهم غمگین شدند. غم و اندوه آنها را فرا گرفت و هیچ کسی از آنها سرش را نمی تراشید. امید داشتند که وحی نازل می شود و یا کشایش از جانب خدا می آید. گفت سرها را تراشید، کسی نمی تراشید. پیامبر صلی الله علیه وسلم غمگین شد. چرا آنها سرهایشان را نمی تراشند؟ سلمه گفت ای پیامبری خدا، تو خود اول سرت را تراش، آنها نیز سرهایشان را می تراشند. وقتا که پیامبر صلی الله علیه وسلم سرش را تراشید، اصحاب همه سرهایشان را تراشیدند و از احرام برآمدند و خانه کعبه را آن سال زیارت نکردند. بعد از اینکه اصحاب سرشان را تراشیدند و به سوی مدینه برگشتند، غم و اندوه آنها را فرا گرفت. غمی که چرا آنها خانه خدا را زیارت نکردند، چگونه ای که وعده داده شده بودند. غمی دیگر این که صلح را همچون یک خاری برای خود گمان میکردند. اینجا عمر ابن خطاب رضی الله عنه به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد. گفت ای پیامبری خدا، آیا ما در حق نیستیم و آنها در باطل؟ گفت آره ای عمر. گفت آیا تو پیامبری خدا نیستی؟ گفت آره ای عمر. عمر این کارها را اقرار می شد. سپس گفت آیا مرده های ما در جنت نیست و مرده های آنها در دوزخ؟ گفت بله ای عمر. گفت پس چرا ما دینمان را پس زنیم؟ چرا ما خاری را پذیرفتیم؟ عمر بسیار مردی صاحب عزت بود. میخواست با آنها بجنگد، میخواست به مکه درآیند اگرچه با جنگ هم باشد. گفت چرا ما باید به پس زدن دینمان راضی شویم؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم به عمر جواب داده گفت ای عمر، من پیامبری خدایم، او را نافرمانی نمی کنم. خداوند کمک رسانی من است. خداوند کمک رسانی من است.
عمر گفت آیا ما را وعده ندادی که می رویم و خانه خدا را زیارت می کنیم؟ گفت آیا من خبر دادم که این سال می رویم؟ گفت نه. گفت بیشک تو می روی و آن خانه را طواف می کنی ای عمر. یعنی به مکه می رویم، آن خانه را طواف می کنی، عمره می کنی، لکن این سال نه. سپس عمر نزد ابوبکر رضی الله عنه رفت. همین سوال ها را داد. ابوبکر همان جواب های پیامبر صلی الله علیه وسلم را به او داد. وقتی که تمام کرد، ابوبکر به عمر گفت همان گونه ای که پیامبر صلی الله علیه وسلم است همان گونه باش. هر چیزی که گفت اجرا کن و هر امرش را بپذیر و در این باره گفتگو نکن. عمر میگوید در طول حیاتم تا چند زمانی از این سوالهایی دادم پشیمانی میکردم و عملهای صالح انجام میدهم و از خداوند امید دارم تا با آن سوالهای من کفاره شوند. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم با اصحابش به مدینه برگشت، خداوند ذوالجلال این آیه را نازل کرد: إنا فتحنا لك فتحا مبینا. یعنی این پیمانی که برای مسلمانان همچون خاری می نمود، این یک پیروزی آشکار است برای مؤمنان. إنا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وینصرک الله نصرا عزیزا. وقتا این آیه نازل شد، مسلمانان شاد شدند. از جمله آنها عمر رضی الله عنه بود. دلهایشان آرام گرفت اینکه این صلح حدیبیه پیروزی برای مسلمانان است. بعد از این صلح اولین کسانی که آمدند زنها بودند. زنهایی که از مکه به سوی مدینه هجرت کردند. اما یکی از بندهای عهدنامه این بود: هر کی از سوی مکه به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آید، پیامبر آنها را برمیگرداند. لیکن وقتی که زنها آمدند، پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت نه، آنها زن هستند. آن بند عهدنامه در صلح حدیبیه متعلق به مردان بود، نه به زنان. پیامبر صلی الله علیه وسلم آنها را پذیرفت و خداوند او را امر کرد تا آنها را به سوی کافران برنگرداند. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. آن زنها را به سوی کافران برنگردان، بلکه نزد شما بایستند. پیامبر صلی الله علیه وسلم چنین کرد. مردی از مکه فرار میکرد، اسلام آورد، نامش ابو بصیر بود. به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد. وقتی رسید، از پیامبر صلی الله علیه وسلم حمایت خواست. دو مشرک از پس او آمدند. وقتی که به مدینه رسیدند، گفتند ای محمد، او را به ما برگردان. کی را؟ ابو بصیر را. پیامبر صلی الله علیه وسلم او را به آنها تسلیم کرد. ابو بصیر اکنون به دو مشرک تسلیم می شود. این عهد بود و پیامبر صلی الله علیه وسلم هیچگاه عهد را نمی شکست. او را به آنها تسلیم کرد و در راه بازگشت به مکه ابو بصیر فرصت را غنیمت دانست. شمشیر را گرفت و یکی از آنها را کشت و دیگریش فرار کرده به مدینه برگشت. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم او را دید، گفت این ترسیده است. گفت ای محمد، این رفیق تو رفیق مرا کش و میخواهد مرا نیز بکشد. بعد از چند ابو بصیر رسید. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم او را دید، گفت وای بر مادری او، اگر کسی همراهش می بود جنگ را شروع میکرد. ابو بصیر برآمد تا که برای پیامبر صلی الله علیه وسلم مشکلی نآورد. از مدینه برآمد، به مکان بین مکه و مدینه رفت. ابو جندل ابن سهیل به او ملحق شد و همین طور کسی که مسلمان میشد به مدینه نمی آمد، لکن به ابو بصیر ملحق می شد. همین طور آنها یک گروه شدند که برای اهل مکه دردی سری شدند. گروه از قریش به نزد پیامبر خدا آمدند، خواهش کردند تا آن بند را بیکار کنند، آن بندی که در صلح حدیبیه بسته شده بود. هر کی از جانب ما به نزد تو می آید، آن را در پیش خودت بمان. ما نمی خواهیم که به ما برگردانی. قریش خودش خواست این بند را بیکار کند و این سرشوی پیروزی بود.
وقتا که پیامبر صلی الله علیه وسلم از مکر قریش در امان ماند، پیامبر اینجا به فرستادن نامه ها به پادشاهان شروع کرد، در جزیره عرب و خارج از آن و به هر دولتی بزرگ. پیامبر صلی الله علیه وسلم در آن نامه ها آنها را به سوی اسلام دعوت میکرد. پیش از این اصحاب به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند: ای پیامبری خدا، آن پادشاهان نامه ای را بدون مهر قبول نمی کنند. برای پیامبر مهری ساختند که در آن 3 کلمه بود: محمد رسول الله. در هر نامه ای که می نوشتند آن را مهر می زد. فرستادن نامه ها شروع شد. یکی از آنها نجاشی بود، آنی که مسلمانان را در حبشه پذیرفت. پیامبر صلی الله علیه وسلم به او مکتوبی نوشت و آن را با دست عمرو بن امیه روان کرد. در آن نوشت: به نام خداوند بخشنده مهربان، از جانب محمد پیامبر خدا به سوی نجاشی بزرگ حبشه. نامش از همه بود. این مکتوب را به او فرستاد و در آن قدر و منزلتش را بیان کرد. به سوی نجاشی بزرگ حبشه: اسلام بیار سلامت میمانی و اگر نه گناه نصرانی های قومت در گردن توست. پیش از این نوشته بود: سلام بر کسانی که پیروی میکنند راه راست را. سپس گفت: یا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. چی نامه بزرگی بود، چی نوشته بزرگی، بیا سر امری که همه ما بر آن اتفاقیم. خداوند را یگانه بدانیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم. وقتا که نجاشی این نامه را میخواند، اشک از چشمانش جاری میشد. سپس به پیامبر صلی الله علیه وسلم نامه فرستاد که گفته میشد که او به خدا ایمان دارد و او را یگانه میداند و گواهی میدهد که محمد پیامبر خدا است. ای محمد، آن چیزی که تو آورده ای از آورده عیسی پسر مریم زیاد نیست. هر دو از یک مشکی میبرایند و او پسر عمک پیامبر را، جعفر رضی الله عنه را و اصحابش را اکرام کرده بود و پیامبر به او نامه نوشت تا اصحابش را به سوی او برگرداند. نجاشی آنها را در 2 کشتی روان کرد و آنها را احترام کرد و به آنها خیر زیادی داد و بهترین مردی بود که به پیامبر صلی الله علیه وسلم ایمان آورد. سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم نامه به مقوقیس روان کرد، بزرگ قبط: به نام خداوند بخشنده مهربان، از جانب محمد پیامبر خدا به مقوقیس بزرگ قبط. سلام بر کسانی که پیروی میکنند راه راست را. اسلام بیار سلامت میمانی وگرنه گناه نصرانی های قومت در گردن توست. سپس این آیه را خواند: ای اهل کتاب، بیایید به سوی کلمه‌ای که بین ما و بین شما یک است. وقتا این نامه را خواند، مقوقیس گفت: سوگند به خدا، این مرد تنها به کاری خوب دعوت می کند و از کاری بد باز می دارد. کلامش را خواندم، این سخنی ساحری نیست، این سخنی کاهنی نیست. با وجودی که اسلام نآورد، او فرستاده پیامبر را احترام کرد و همراه او 2 غلام دختری روان کرد، ماریا و سیرین. پیامبر صلی الله علیه وسلم از ماریا پسری با نام ابراهیم یافت. فرستاده پیامبر را احترام کرد و با او هدیه ها داد و خدا داناتر است به ایمان او آیا اسلام آورد یا نه. سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم نامه به سوی کسری فرستاد، پادشاه فارس. نامه را به دست عبدالله ابن حذافه سهمی روان کرد. وقتا که او نامه را خواند در غضب شد، نامه را پاره کرد، آن را به زمین پرتافت. گفت: آیا غلام از خلق من نامش را پیش از نام من میگذارد؟ چگونه کسری به گفتن این سخن جرأت کرد؟ سپس یکی را به سوی زیردشتش در یمن فرستاد، نامش بازان بود. گفت: 2 مرد را به سوی محمد روان کن تا او را در حال نزد من بیارند. وقتا که آن 2 مرد به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمدند و پیامبر از این خبر آگاه شد، گفت: اما کسری را خداوند ملکش را پاره می کند. نامه را پاره کرد. پیامبر او را دعا کرد. وقتا که آن 2 مرد آمده گفتند که کسری امر کرده است تا تو را به نزد او ببریم. کی را میبرید؟ کسی که خداوند او را محافظت میکند. پیامبر صلی الله علیه وسلم به آنها گفت: فردا بیایید. به آنها کاری نکرد. وقتا که فردا آمدند گفت: آیا میدانید که با کسری چی رخ داد؟ گفتند نه. گفت: خداوند ملکش را پاره کرد، پسرش او را کشت.
کیسرا با دست پسرش کشته شد. خداوند ملکش را سرنگون ساخت. چگونه با پیامبر صلی الله علیه وسلم جواب داده بود؟ اما قیصر باشد، پیامبر صلی الله علیه وسلم با او نامه فرستاد. او پرسید که آیا در شام کسی از قوم او هست؟ گفتند ابو سفیان است. ابو سفیان را آوردند، به او سوالهای داد. ابو سفیان دروغ نمی گفت. به او چند سوال داده گفت آیا او نزد شما صاحب نسب است؟ گفت آره. گفت آیا کسی از پدرانش پادشاه بود؟ گفت نه. گفت آیا باری از او دروغ شنیده اید؟ گفت نه. گفت از او ضعیفان پیروی میکنند یا شرافتمندان؟ گفت ضعیفان. گفت آیا آنها کم میشوند یا زیاد شده ایستادند؟ گفت زیاد شده ایستادند. گفت آیا کسی از آنها از دینش برگشته است؟ گفت نه. قیصر به ابو سفیان گفت پیامبران چنینند، در میان قومشان صاحب نسبند، ضعیفان آنها را پیروی میکنند، کسی از آنها از دینش بر نمیگردد. ایمان چنین است هرگاه که در دل درآید. به سوالهای او جواب میداد و در آخر قیصر به او گفت اگر آنچه که تو میگویی راست باشد، به زودی او صاحب این ملک من میشود و اگر من نزدش میبودم پایهایش را میشستم. مردم از شنیدن این سخن داد و فریاد زدند. ابو سفیان برآمد و با خود می گفت ابن ابی کبشه پیامبر را در نظر داشت، کاری بزرگی در اختیار دارد. همین طور پیامبر صلی الله علیه وسلم به پادشاهان نامه می نویست، به پادشاه یمن، عمان و دیگر دولت ها، تا اینکه دعوت آشکار خداوند را به آنها برساند. نور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام